سلام. ملودی گیتار شبای سیگار. آقا از استودیو در اومدیم ترکوندیم ما. واقعا ترکوندیم به جان خود. سلام ستونای گنگ، یه خبر خوب دارم براتون. اول اینکه به چنل یوتیوب من خوش اومدید، دوم اینکه لطفاً سابسکرایب یادتون نره. قراره بریم آرایشگاه یه خورده سر و وضع رو اوکیش کنم. خورده زیادی مو دارم، کله رو صاف کنیم برم برای خبر بعدی که قراره بهتری کنیم. راهی ماشین نزنتمون صدفا. خب بیا بزن. من یه بار شکار شدم، یه بار گوشیمو زدن دیگه میرینم به خودم میترسم گوشیمو دوباره بزن. آجی من راهو گم کردم ناموسن، جدی راهو گم کردم، نمیدونم کجا دارم میرم. امیدوارم که به حرکتای خفنی بزنی ببینیم چیکار میکنیم دیگه. اولین بارم اومدم داخل شهر دارم ویدیو ضبط میکنم، ولی همین یه خورده راحت نیستم تو خیابون مثل همیشه، ولی خب عادی میشه میگذره. ببین من راهو گم کردم واقعا راهو گم کردم. امیدوارم پیدا بشه، امیدوارم. آجی گرفتم آرایشگاه، بریم یکم سر وضع اوکی کنیم. آرایشگاه مردونه، گرایش ارکیده ولی بسته سوستیک. سلام، خسته نباشید. خوب شما؟ خواستم موها رو بچه‌ها. آقا دمت کرد، مرسی، ممنون، تشکر. وقت پره، پایین‌تر حاجی، پایین‌تر، وقت پره. ببین ساعت 5 من قرار استودیو دارم، باید خودم رو برسونم دیگه، وگرنه به چخ میریم حاجی. آرایشگاه بریم ببینیم میتونیم سر وضع اوکی کنیم. اگه بشه که حل، نشه خب مجبورم برم مستقیم استودیو با همین سر و وضعی. چیکار کنم؟ جلوتر گفت هست آرایشگاه، این جلوتر. سلام حاجی، خسته نباشی. آرایشگاه این مردونه نیستش، نزدیکی ها. دمت گرم، مرسی. جلوتر کجا جلوتر آرایشگاه؟ پیانوهای دستساز، همش پیانو، همش ساز. نگاه کن مثلا با اونو میزنیم. آرایشگاه حاجی، آرایشگاه، پیانو رو ولش، آرایشگاه میخوام. یه پرسجوی دیگه، خیابان افتخاری. طولانیه، مسیر طولانیه. من که ترکیدم بابا. یه آرایشگاه مردونه هم پیدا نمیشه. سلام سلطان، خسته نباشی. کوچه افتخاری میدونی کدوم بره؟ افتخاری رو بکن بعدی داره. دمت گرم، مرسی. سمت چپ یا راست؟ اوکی، دمت گرم. حل، اوکی، دمت گرم. یه جفتش هم باشه، چپ و راسته. آجی چپ و راست هم اشتباه گفتم. سواد نداریم، چیکار کنم؟ اوف بی آفتاب هم داره می‌کنه آدم ها قشنگ. راست میگفت، دو طرف هم افتخاری میاه.
کوچه خیلی سوسکوره. آرایشگاه ممکن نیست اینجا باشه. ترکیدم آجی. آرایشگاه مردونه پیدا کردم، خدا کنه که این باز باشه وقت داشته باشه. حالا میرم اصلا هیچ باز نیست. چیکار کنم آجی؟ آقا موفق نشدیم آرایشگاه بریم. 2-3 جا رفتم نشد دیگه، نشد. حالا مجبورم همینجوری برم استودیو. کی بره تو این زندگی؟ هی ولی خدا شاهد ترکی که بستم خیلی خفن. حمایت کنید، یادتون نره آقا. لایک، سابسکرایب، کامنت، همه اینا رو بزنید که ترکیدیم کف خیابون. ای بابا ساعت 4 ساعت شهر قرار داریم با یکی از دوستای گل. حالا نشونتون میدم. میریم قراره با ایشون بریم استودیو. هماهنگ کردم، دمش کرد، رومون زمین ننداخت، گفت اوکی. هماهنگ کردیم حالا ساعت 5 بریم استودیو ببینیم چیکار میکنیم. 2 hours later. آرایشگاه سلطان آرایشگاه داریم اینجا. آرایشگاه هستش؟ دسته است؟ ای بابا نمیدونی آرایشگاه کجا هست، نزدیکی ها؟ دمت کرد، مرسی. همش بسته است. به تو بابا نمیرم اصلا آرایشگاه. کی؟ نمیدونم خودم خسته شد، واقعا خسته شدم. نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو، نگاه باعت مردم. خسته شدم. بسته بود که ای بابا گیری کردیم. ما الان عجله باید برم آرایشگاه پیدا نمی‌کنم. هم بسته. ایستگاه قدس حاجی منتظریم بدیم میدون انقلاب دیگه، تمومه. امروز یه ترک بمب ببندم. ببین با این تیپ و قیافه اومدم اینجا. پشت این بچه‌های تهران میدونن چه خبره. میدونین کجاست؟ تئاتر شهر، پارک دانشجو. با این تیپ و قیافه اومدم اینجا، حقمو میندازن امروزی. کسایی که میدونن اینجا چه خبره حتما تو کامنت ها بگن. هر کی میدونه تئاتر شهر، پارک دانشجوش چه خبره حتما بهم بگه. کسایی هم که نمیدونن یه دونه نقطه بذارن من بهشون بگم چه خبره. خدا شاهد امروز شوهر نریم خوبا. یا اول فای خدایا به خاطر یوتیوب دارم چیکارا میکنم. یکیشم دیگه من بدم به خاطرش. لایک نکنی، سابسکرایب نکنی، واقعا نامردی. ناموسم واقعا میدونین اینجا چه خبره؟ اگه میدونین بگید. منتظرم یکی از بچه‌ها بیاد بریم میدون انقلاب استودیو و بتری کنیم دیگه. تو این اینستاگرام استوریایی که گذاشتم، که البته الان ویدیو رو دارم ضبط میکنم، قبلش استوریا رو گذاشتم. این ویدیو نمیدونم کی بیاد، ولی هر موقع این ویدیو آپلود بشه داخل یوتیوب دیگه شده دیگه. ستون گنگ، علیرضا سرپاس که از قدیمیای 021، آرتیست خفن، پروداکسر عالی، گنگ، پرچم بالا. اتحاد بزنم بین 081 و 021. لایک کنید، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم برای بقیه راه. ببین آجی یه موضوع دیگه، من به همه عقیده ها احترام میذارم خب، ولی یه سری چیزا رو باید گفت، نمیشه نگفت. مثلا این تابلو رو نگاه کن خب، ساختمون رو نگاه کن. اگه همچین تابلو و ساختمونی و
امکاناتی به رپ میدادن داخل ایران، کلی رپر، کلی آرتیست خفن داریم اون برن. این ورشون هم هستن ولی خود دست بالشون بسته است. فرض کن همین ساختمونو بزنن این پنجشنبه کنسرت فلانی از رپرهای خوب ایران زمین، داخل خارج، اصلا هر کی میتره کنه. یعنی بهترین رپر مملکتمون هم اینجا کنسرت بذاره میتره. اینجا یا هر جای دیگه ای. توهین نمیکنم جدی، به هر سبکی به هر هنری احترام میذارم، ولی خب حقیقت یه سری چیزا رو باید گفت. حقیقت تلخه. کجایی تارا؟ دایی ایستگاهی که میره سمت راه آهن کدوم بره؟ آره همینه؟ دمت گرم. ایستگاهی که میره سمت راه آهن. ایستگاهی که میره سمت راه آهن. ایستگاهی که میره سمت راه آهن. خب الان از روی اینا بپرن. کجاست این بشر خدایا؟ پیداش کردم. بکنم پیداش کردم. دوری کفش ملی. ماشین نزنه بپاچیم یا علمدار کربلا. دیدمت. ببین کی اومده. چطوری؟ سایسا داره میکنی؟ سلام. چه خبر؟ خوبی؟ دستم که نمیدی؟ حاجی استودیو اوکی هم، فقط من استرس. بابا فیکه بابا، ما همه فیک میزنیم. داداش تو من از خانواده دورم. کجا داریم میره من؟ خب میدون انقلاب با بیارتی بریم دیگه. پیاده راه زیاده بابا، پاره میشه. اینجا ماشین نمیاد که. من سوار میشم یا تو؟ من علی به بعد من اوزاخیته، خیلی اوزاخیته. باید بریم، میخوام یه ترک جنگ مواد مخدر. نه بابا شوخی میکنم، لاوه دفه. یعنی خر میخوان گریه کنیم. دارچر از الان استرس گرفتم. شوخی میکنم. آخر یه ماشین پیدا کردیم ها. دست تکون بده بچه‌ها. خیلی سنگین بوده. همیشه لش، همیشه خم، همیشه سرم پایین بود تو جمع. داشتی با هر کسی فرقا، با اشتاقا روش اثری نرو. برمیگردی ببین حتی تهدیدم نی لاغر یه مرام داشتی. صف 81 من بیفتم بابا. سلام. آقا از استودیو در اومدیم ترکوندیم ما. استودیو در اومدیم الان میریم بزرا. واقعا ترکوندیم به جان خود. برای بکس ولمون کردن. اوکی همه چی، حالمون خوبه، نگران هیچی نباشید. لایک و کامنت فینگلیشیاتون نره، سابسکرایبیاتون نره. خدا نگهدار همگی.